محصلین گرامی سلام و وقتتان بخیر. امیدوارم که اوضاع زندگی بر وفق مرادتان باشه. خوشحال هستم که بار دیگر خدمت شما گرامیان از طریق دریچه یوتیوب و کانال واتساپ راه نو قرار داریم. محصلین گرامی، طوری که در ویدیوی اخیر ما همراه شما یک سری معلومات ها راجع به ثبت نام بورسیه آسیای میانه معلومات را شریک ساختیم و شما میتونید که او ویدیو و دیگر ویدیوهای راجع به تحصیلی را در کانال بیننده باشین. که امروز میپردازیم راجع به این که ما چگونه در این دانشگاه اپلای بکنیم یا ثبت نام بکنیم. خب در قسمت محصلین گرامی شما میتونید که UCA اسکالرشیپ تایپ بکنین. خود سایت University of Central Asia یا دانشگاه آسیای میانه باز میشه. روی لینک شما کلیک میکنید تا اینکه مستقیما به سایت رسمی دانشگاه آسیای میانه و در این صفحه رسمی شما معلومات ها و خدماتی که این دانشگاه ارائه میکنه مشاهده میکنین. خب به خاطر که ویدیو طولانی نشه ما میریم مستقیم روی که چگونه اپلای بکنیم در این اسکالرشیپ. شما میان روی گزینه ادمیشن، روی undergraduate how to apply در قسمت کلیک میکنین تا اینکه این صفحه برایتان باز میشه. بعد از اینکه این صفحه برایتان باز شد راجع به اسکالرشیپ در این قسمت معلومات شریک ساخته. گرچه ما در ویدیو قبلی هم معلومات دادیم که در قسمت راجع به خود ددلاین اسکالرشیپ موضوعات شریک ساخته. اپلیکیشن تا 14 فوریه 2026 باز هست، یعنی بعد از او بسته میشه. در تاریخ 7 مارچ و 8 مارچ تست ورودی گرفته میشه و همینطور در تاریخ 1 اپریل مصاحبه هم میشه روی دانشگاهی که شما اپلای میکنین در رشته که اپلای میکنین و در تاریخ 8 اپریل میشه موضوع کمک‌های مالی و درخواسته موضوعات. خب در قسمت قدم به قدم اگر شما بخواید که پیش برید how to apply توتوریال اگر کلیک بکنید در قسمت برای شما استیجا رو معرفی میکنه که 4 استیج داره. در استیج اول شما یک اپلیکیشن فرم میندازین و اسنادتون رو ثبت میکنید. در استیج دوم که شما امتحان ورودی رو سپری میکنید و میره سمت مصاحبه و موضوع مالی و کمک از نهاد تحصیلی و این موضوعات ها. خب ما مستقیم میریم که چگونه ما اپلای بکنیم. شما در قسمت کویک لینکس میبینین، روی استارت اپلیکیشن کلیک بکنین. وقتی روی استارت اپلیکیشن کلیک کردین برای شما همچین صفحه باز میشه. به خاطر که ما قبلا یک اکانت ساخته بودیم، خب دوباره باید یک اکانت بسازیم. مسئولینی که نو وارد میشه اونا هیچ گونه اکانتی نداره، باید یک اکانت بزنن روی نیو اپلیکیشن کلیک بکنن. وقتی که شما روی نیو اپلیکیشن کلیک کردین یک همچین صفحه برای شما باز میشه. خوب است که تمامی صفحات شما باید تکمیل بکنید. در قسمت بالا نامتان، تخلصتان، تاریخ تولدتان میشه، ایمیل آدرستان، شماره تلفنتان، یوزر برای خودتون یوزر مخصوصا هم تخلصتان بگذارید صحیح است و یک پسورد که براتون معمولا خودش یک پسورد پیشنهاد میکنه. وقتی که پیشنهاد کردن یک پسورد خودتان یک پسورد انتخاب کنید که ترکیب از حروف بزرگ، کوچک، اعداد و نمره ها باشه. خب به طور مثال ما یک اکانت ثبت نام میکنیم اینجا ببینیم که چگونه پیش میره. خب طوری که مشاهده میکنید شما باید این خانه ها رو کلش تکمیل بکنید. قسمت بالا نامتون، تخلصتون و رقم میبینید. بعد از اینکه شما کلش تکمیل کردین میزنید در روی گزینه سابمیت که شما وقتی کلیک کردین میرید ایمیل آدرستان شما باز میکنید که برایتون یک ایمیل روان میکنه. خب در قسمت ببینید که برای ما یک ایمیل روان کرده. در قسمت روی ایمیل وقتی که آمدیم اینجا برای ما معلومات داده ایمیل شما باید با کسی شریک نسازین. روی از لینک شما کلیک میکنید. بعد از اینکه روی لینک کلیک کردین مستقیم برین به سایت. به خاطر اینکه بعضی اوقات سایت شلوغ است برای شما ایرور میده، شما باید بارها تلاشتون بکنین تا به همون پورتال رسمی راه پیدا بکنین تا اپلای بکنین. خب وقتی که شما وارد شدین به اون پورتال از طریق لینکی که در ایمیل آدرستان داده بود شما میان روی کریت نیو اپلیکیشن میزنید. وقتی روی کریت نیو اپلیکیشن کلیک کردین در این قسمت به این صفحه اول که مواجه میشین ادمیشن تایپ است، نوعیت ورودیتون چگونه است که شما میخواید در اینجا وارد شید. آندرگریجویت است، این فقط برای لیسانس است، یعنی برای ماستری و دکترا نیست. برای سال 2026 و 2027 است. این را تایید میکنین. بعد از او انتخاب اولتون که فقط 4 تا رشته است، همون رشته‌ای که در ویدیو قبلی هم توضیح دادیم راجع به زمین و محیط زیست است، اقتصاد است، کمیونیکیشن میدیا است و کامپیوتر ساینس است. ما اینجا انتخاب میکنیم. به طور مثال رشته اولی ما کامپیوتر ساینس است. بعد از اینکه قسمت ما تایید کردیم در گزینه پایین قسمت یک گزینه اپلای هست، روی اپلای کلیک میکنیم. بعد از اینکه ما روی اپلای کلیک کردیم یک همچین صفحه‌ای برای ما باز میشه که ما معلومات بیشتر رو باید در این قسمت درج بکنیم. خب
در قسمت اول انتخاب دوم، سوم و چهارم ما را شریک ساخته، چون در انتخاب اول ما در قسمت پریلیمینری دیتیلز بود. در قسمت انتخاب دوم خودم ما میگذاریم مثلا اقتصاد، انتخاب سوم هم میمونیم حالا علوم زمین شناسی و چهارم هم میمونیم بخشی مدیا. خب بی مبحث بعدی در قسمت معلومات شخصی است. عنوانتان شما از قسمت انتخاب که خانم هستین یا آقا هستین. در قسمت به طور مثال مثلا باشه هم چیزی که هست ایسته، مثلا مصطفی، حالا میدل نیم اگر داشتین مینویسین، نداشتین خیر. در قسمت نامتان در زبان روسی خواسته خوبی مندیتوری نیست، فقط اینایی که سرشان ستاره ماده اینا مندیتوری است. خب بعد از در قسمت بعدی شما راجع به بخش تاریخچه تولدتان است، تاریخ تولدتان ذکر میکنید. نیست بداوری که تاریخ تولدتان در آینده نباشه. خب شما این تاریخ تولدتان می نویسین و مثلا سالایش می انتخاب میکنید، سال کلیک بکنین برگردین مثلا سالای 2019 هر سالی که بدین و روزش انتخاب بکنید. country of central current residence، معذرت کشوری که فعلا شما زندگی میکنید اینجا می نویسین و این قسمت کلیک بکنید. کشورها به شما میاد، کشورها را شما به طور مثال انتخاب میکنید. citizenship مثلا میزنید که افغانی است یا کشورهای دیگه که باشه میشه. در قسمت ایدنتیفیکیشن داکیومنت میشه. شما از طریق کدام داکیومنت یا آیدنتیفایی که خود میخواید بکنید یا تایید بکنید از طریق چی هست؟ که از طریق تذکره میشه و دیگه این از طریق پاسپورت. اگر تذکره دارین تذکره تیک بزنین و اگر پاسپورت دارین پاسپورت تیک بزنین و در قسمت همون نمبری چیزی که بالا تیک زدین در قسمت شما درج بکنین. خب در قسمت بعدی کانتکت اینفورمیشن است، معلومات هایتان است. در قسمت شماره موبایلتان است ذکر میکنین که مثلا موبایلتان باشه و در قسمت اگر کدام موبایل دیگه ای داشته باشین و در قسمت ایمیل آدرستان شما میخواید درج بکنین می‌نویسین و در قسمت بعدی پرمننت آدرستان است. خانه‌تان شماره چند است، در کدام خیابان هستید، در کدام شهر هستین و در کدام ولسوالی هستین اگر ولسوالی باشین یا در کدام کشور هستین و در کدام ولایت هستین. و در قسمت بعدی راجع به موضوع بحث والدین است. معلومات والدین شما باید یک از اینا را معلوماتش یا هر دویشون شریک بسازید. به طور مثال ما گزینیم مادر کلیک میکنیم یک صفحه باز میشه. در قسمت معلوماتی که راجع به مادر شریک میشه، مثلا نام مادر خواسته، تخلصش خواسته، شماره تلفنش خواسته و ایمیل آدرس مادر یا پدر میتونین یا هر دویشون یک بزنین میتونین که در قسمت درج بکنین. و قسمت بعدی راجع به تست است که شما چگونه میخواید تست بدین. میخواید تست ورودی بدین یا میخواید تست 100 اگر داشته باشین تست های 100 تا نتیجه شریک میسازین یا هر دویش را. شما اگر تست ورودی بزنید در قسمت برای شما معمولا تست ورودی معتبرتر است به خاطر که حضوری میشه و شما وقتی که رو انتخاب کردین در قسمت کلیک میکنین روی این موضوع که در کجا میخواین تست بدین. تستان میخواد آنلاین باشه، در اشکاشی و نمیفهم کابل و کجا. اگر شما در فیض آباد باشید یا شغلان باشید میزنید مثلا فرض کنید ما تست در افغانستان کابل. خب در قسمت گفته که سکندری ایژوکیشن انفورمیشن، معلومات راجع به دوره لیسانس تان است که آیا شما فعلا فارغ التحصیل شدین یا خیر، یا اینکه فعلا شما محصل هستین. اگر فارغ التحصیل بدین نوشته که are you currently studying at secondary school، آیا شما فعلا میخوانید. اگر فعلا میخوانید یس بزنید، اگر فعلا نمیخوانید یعنی فارغ شدین نور بزنید. خب موضوع بعدی که میرسه پست سکندری اسکول، وقتی که نور زدید در قسمت اینفورمیشن شما معلومات میخواد که you have already completed secondary school. are you currently enrolled in a university، شما فعلا در کدام دانشگاهی ثبت نام کردید یا نه. در قسمت نور بزنید. اگر یس بزنید معمولا برایتان ممکن است که چالش های بعدی را شکل بده و اگر یس بزنید باز از شما دانشگاه را معلومات میخواد. خب ما نور میزنیم when did you graduate from secondary school، چی وقت فارغ شدی، یعنی تاریخش میزنید که در کدام سال فارغ شدی. و در قسمت if you took a gap year after secondary school and are currently not enrolled at university what is your occupation. در قسمت گفته که اگر شما فرض کنید که 1-2 سال میشه که فارغ شدین و تا هنوز شما در دانشگاه ثبت نام نکردین، فعلا شغل ما شما چی هسته و که دانشگاه شما ثبت نام نکردین وظیفه شما چی است، چی دلیل شما نتونستین ثبت نام بکنید. در قسمت your secondary school name and address، نام مکتب و مشخصات مکتبتون آدرسش رو می‌نویسین. در قسمت final high school grades، نمره مکتبتون رو می‌نویسین که درجه چند شما فارغ شدین، دقیقه فیصدیتون رو می‌نویسین.
انگلیسیتان چقدر است و فاینال های اسکول گرید اسکور آف فرمت الجبرا یعنی نمره ریاضیاتان چقدر است در دوری امو دوری لیسه 3 ساله که در پشت کتاب معذرت شهادت نامیتان که ترانسکریپت است در قسمت شما میتونید که از الجبرا یا ریاضیاتان بنویسید و مخصوصا از ریاضی شما چقدر گرفتین در اینجا بنویسید که اینا مندیتوری است. خب در این مبحث بعدی که از راجع به بورس شما چگونه شنیدید؟ راجع به بورس شما از کجا معلومات دریافت کردین؟ اگر مثلا از طریق دوستانتان بود، UCA بود یا UCA وبسایت بود، تلویزیون بود، فیسبوک، تلگرام و کدام یک شما اگر نیوز پیپر بود شنیدید این قسمت شما تایید میکنید. خب در قسمت بعدی خواسته please indicate which of these events have you participated in choose all that apply. در کدام یک از ایونت ها شما یا رویدادها شما تا حالا اشتراک کردین؟ وقتی اینجا کلیک میکنید باز رویدادها میاد که راجع به UCA هست. اگر شما کدام مثلا پروگرام های راجع به UCA باشه دیده باشید کمپاسشون یا کدام برنامه آموزشی یا سمینار داشته باشید اشتراک کرده باشین روی یک از میخوانید کلیک میکنید اگر نبود نان کلیک میکنید و همین رقم تکمیل میشه. و در قسمت آخری please indicate which other universities are you considering or have applied to. به کدام یک از دانشگاه‌های دیگه که شما تا حالا اگر اپلای کردید اینجا بنویسید. مثلا قبلا در کدام دانشگاه دیگه اگر نوشته کردین بنویسید، اگر نوشته نکردین فقط نوشته کنید NA یعنی not applicable. شما یعنی ثبت نام نکردین. خب این از قسمت اپلیکیشن دیتیلز است و در قسمت بعدی داکیومنتس است. وقتی روی داکیومنتس کلیک میکنید از شما راجع به اسناداتتان میخواد که اسناداتتان اینجا شما باید آپلود بکنید. یک تصویر 3x4 پاسپورت باشد با سایز پاسپورت. روی ازی کلیک میکنید و را آپلود بکنید و در قسمت پاسپورتتان یا نشنال آیدی که دارین رو بس خلاصه با فرمت JPG یا PDF باشه اینجا آپلود بکنید. ترانسکریپت یک ترانسکریپت حتما مندیتوری است که شما وقتی که فارغ شدین باید در قسمت آپلود بکنید. اگر ترانسکریپت های دیگه ای دارین که دانشگاه خوانده باشین، مثلا ترانسکریپت داشته باشین از مثلا 14 خوانده باشین، اینا شما میتونید در قسمت آپلود بکنین. خب بعد از اینکه آپلود کردین شما میان در قسمت important note. در قسمت important note است که در قسمت دانشگاه یک سری موضوعات یادآوری کرده که دانشگاهی را صلاحیت خود و حق خود میدونه که در صورتی که اگر محصل اسنادش درست نباشه یا اینکه تخطی کرده باشه، تخلف کرده باشه، میتونه که دانشگاه این حق از شما بگیره و شما رو سلبی دانشگاه بکنه و شما رو دانشگاه بکشه. در قسمت شما یک نالج باید تیک بزنید که یعنی من آگاه شدم به این موضوع. و در قسمت فاینال هم دکلریشن است. در قسمت هم پالیسی های دانشگاه را شرح داده، بیان کرده که ما یعنی با تمام اسنادی که خود اپلای کردیم این درست است. در صورتی اگر اشتباه باشه یعنی ما یعنی جریمه و موضوعات ما بعدش خود میپذیرم و اینا رو کلیش شما باز میخواین و در قسمت اکنالج شما تیک میزنین و در فاینال اگر بازم کدام بخش شما ناکامل بود صفر میزنین و در قسمت صفر تور نگه بزنین یعنی ذخیره شده ولی اپلای نشده. باز میتونید که یک فرصت دیگه که وقت زیاد دارین تقریبا نزدیک 3 ماه وقت دارین که شما روی اسکالرشیپ کار بکنین صفر تور نمیزنین تا برنامهتون تکمیل شه. بعد از او اگر کلی کارتون تکمیل بود روی گزینه سابمیت کلیک میکنین و اسنادتان و درخواستتان در دانشگاه مربوطه ثبت میشه و منتظر میمونید که در طریق ایمیل آدرس بر شما اطلاع بده که در کدام تاریخ شما باید آمادگیتان بگیرین برای اینترویو. محصلین گرامی امیدوار هستم که این ویدیو براتون مفید واقع شود و اگر در صورتی که کدام قسمت از ویدیو رو نفهمیده باشین یا معلوماتی که ما ذکر کردیم براتون ناآشنا بود نیاز به همکاری داشتین حتما در قسمت کامنت با ما شریک بسازین. ما همراه شما همکار هستیم. تا ویدیوی بعدی بدرود.